الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب باشین. عید سعید الاطهار خدمت شما عزیزان و خدمت تمام مسلمانان جهان تبریک گفته. امید که عید خوب خوش در کنار خانواده و عزیزانتان داشته باشید. لله الحمد، امروز روز اول عید قربان است و بنیاد باران رحمت الحمدلله قربانی که بعضی از دوستان در نظر گرفته بودند در حالت آماده شدن و ذبح کردن است و او را انشاءالله برای کسایی که مستمندترین افراد جامعه هستند که از او طبقه ایتام هستند و همچنان خانم هایی که به سرپرست هستند در زنات توضیح میکنیم و جریان توضیح را انشاءالله شما مشاهده خواهد کردین. شعار همیشگی ما همی است که باران رحمت پل ارتباطی بین شما است و کوشش میکنه که از طریق شما بر لبان مستمندان و یتیم ها لبخند بیارد و هست از هر طریق ممکن ما کوشش میکنیم که خدمات را مستمند خاطر نکنیم. انشاءالله شما گزارش توضیح گوشته انشاءالله تماشا میکنیم. السلام علیکم. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا رجايا